سلام، من اومدم با یه ویدیو از آزمایشگاه شیمی عمومی 1. اگه کار تو آزمایشگاه رو دوست دارید یا دلتون میخواد اون آزمایشگاهی که توی مدرسه ماها تئوریاشو خوندیم الان عملی ببینید که چطوری رسوب تشکیل میشه و اینا، دیدن این ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم. در کل من خودم کار تو آزمایشگاه رو خیلی دوست دارم، بر همین همه این ویدیوها برام جذابه. امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. آزمایشی که ما این سری انجام دادیم تشکیل و انحلال یه سری رسوب بود. بر همین آزمایش خیلی خاص و سختی نبود، ولی خب این که میبینی مثلا تشکیل میشه و اینا خیلی به نظر من جذاب بود حداقل. حالا از این توضیحاتی که من میدم میتونید برای گزارشگاه آزمایشگاهتون هم استفاده کنید. یعنی من خودم اگه این وقتایی میخواستم گزارشامو بنویسم یادم نمیومد از ویدیوم استفاده میکردم. اولین رسوبی که میخواستیم تشکیل بدیم رسوب نقره کلورید بود. ما میایم 10 قطره نقره نیترات رو میریزیم تو لوله آزمایش، بعد 2 دقیقه لوله‌مون رو تو حمام حرارت میدیم. حالا منظور از حمام این کاسه فلزیه که ما آب پر میکنیم میذاریم رو چراغ بنزن که یه ذره حالا ولرم بشه. از قبل روشنش کردیم ولی نباید بجوشه چون ممکن لوله آزمایشمون رو بشکونه. بعد از اینکه این حرارت مد نظرمون رو دید ما میایم 3-4 قطره بهش پتاسیم کلرید به لوله‌مون اضافه میکنیم که من اینجا متاسفانه در ظرف رو نگرفتم، خیلی ریختش زیاد، یعنی در هر صورت رسوب تشکیل شد با این همه که من ریختم، ولی با 3-4 قطره هم تشکیل میشدش. رسوب سفید رنگ بهمون میده. بعد حالا برای اینکه مثلا مطمئن شید که همه مواد با هم واکنش دادن میاد 1-2 قطره هم آب مقطر میریزید تو لوله. آب مقطر رو با همزن شیشه‌ای هم میزنید، لوله رو میذارید یکم بمونه رسوب ته‌نشین بشه. بعد میرید این آب روی رسوب و محلول روی رسوب و آب خیلی اشتباهه، محلول روی رسوب رو میریزید توی ظرف پسماند، خود رسوب میمونه. بعد ما میخوایم دیگه رسوب رو انحلال بدیم دیگه، یعنی میخوایم رسوب از بین ببریم حل کنیم. میایم به نقره کلرید قطره قطره آمونیاک اضافه میکنیم تا این رسوب حل بشه. یه محلولی به دست میاد که به این محلول میگیم یون کمپلکس میگیم تشکیل شده. خب اینو 2 بخشش میکنیم یون کمپلکسمونو. یه بخشش رو میایم بهش با نیتریک اسید واکنش میدیم، قطره قطره نیتریک اسید اضافه میکنیم، با کاغذ تورنوسول تست میکنیم تا قرمز بشه. حالا این قسمتش برای ما خیلی طول کشید چون که هی باید میومدیم با کاغذ تورنوسول تست میکردیم رنگی که میخواستیم و میگرفتیم، ولی خب چون رنگ نمیشد، یعنی رنگی که ما میداد تقریبا بودن نارنجی بود انگار، خیلی از کاغذ تورنوسول استفاده کردیم. وسطش هم استادمون اومد و کاغذ تورنوسولش گرفت، گفت اینا خیلی گرونه باید یه ذره استفاده کنید. بر همین دیگه خیلی طول کشید، ولی در نهایت رنگی که ما بهش رسیدیم اون قرمز نبود، یه نارنجی بود که حالا قرمزی هم داشت. بعد به اون تیکه بعدیش ما میخوایم رسوب نقره یودید تشکیل بدیم. میایم اول بعد گرما بدیم، اون کمپلکسمون رو گرما میدیم، 10 قطره پتاسیم یودید اضافه میکنیم، بهمون رسوب لیمویی رنگ نقره یودید میده که حالا قشنگ اون لحظه‌ای که من قطره رو میریزم توی کمپلکس مشخصه که رسوب لیمویی تشکیل میشه، رنگ محلول لیمویی میشه. بعد همه اینا ما میخوایم بیایم رسوب نقره کربنات رو تشکیل بدیم. میایم 10 قطره نقره نیترات رو دوباره توی حمام حرارت میدیم، بعد 4 قطره سدیم کربنات اضافه میکنیم توی اون 10 قطره نقره نیتراتمون رسوب نقره کربنات تشکیل میشه که حالا تقریبا سفید رنگه. بعدش هم که بخوایم انحلالش بدیم بهش 10 قطره نیتریک اسید اضافه میکنیم، رسوب از بین میره. دوباره این لوله رو میذاریم کنار، میریزیم تو ظرف پسماند. 2 تا لوله کوچولو داریم این دفعه دیگه، لوله هامون به اون بزرگی دفعه قبل نیستن چون اینا رو می‌خوایم بذاریم توی دستگاه سانتریفیوژ که رسوب ژله‌ای تشکیل بدیم. میایم 10 قطره آلومینیوم نیترات رو میریزیم تو لوله آزمایش، بعد بهش آمونیاک اضافه میکنیم، بهمون رسوب میده. با همزن شیشه‌ای هم میزنیم. یه لوله دیگه برمی‌داریم، دوباره آلومینیوم نیترات، آمونیاک با همزن شیشه‌ای هم میزنیم، جفتش رو میذاریم تو لوله سانتریفیوژ روبروی هم میزنیم به چرخه. خب این به ما چیزی که میده یه آمفوتر آلومینیوم هیدروکسید. آمفوتر هم که میدونید دیگه توی محیط بازی اسیدی عمل میکنه، تو محیط اسیدی بازی عمل میکنه. بعد ما برای اینکه بخوایم این آمفوترمون رو از بین ببریم توی لوله 10 قطره سدیم هیدروکسید اضافه میکنیم که از بین میره، بعد توی لوله دیگه نیتریک اسید اضافه میکنیم که از بین بره. یعنی فقط این روش انحلالشون با 2 تا چیز مختلف انحلال پیدا میکنه، وگرنه تشکیلش که توی 2 تا لوله است تقریبا یکسانه.
چون من بعد آزمایش روی ویدیو صدا گذاشتم، خب اون لحظه نمیشد، هم باید تمرکزمون روی آزمایش می بود، همین که استاد مثلا تو آزمایشگاه خب نمیشه که اینجوری کار کرد. برای همین یه ذره زمان صحبت‌های من با ویدیو چیز نیستش، سینک نیست اینا با هم. برای همین دیگه خودتون کامل تا آخر ببینید که همه چیزایی که من دیدم کاملا هستش. فقط از دستگاه سانتریفیوژ نتونستم فیلم بگیرم، اونم چون یه دستگاه بود، برای همین گروه بعد میرفتیم انجام میدادیم دیگه. تو صف و اینا خب نمیشد فیلم گرفت، ولی تمام این آزمایش ها رو ما زیر هود انجام میدیم هر گروه، که حالا گروه ما 2 نفره بود. اگر این ویدیو رو دوست داشتید و تا اینجا نگاه کردین، خیلی خوشحال میشم لایکش کنید، راجبش نظر بدید، که اگه دوست داشتید من بازم براتون از این ویدیوها بذارم.